نورتا بسته خیلی خوشویانه شما از مردمان بامیانه شما از مردمان بامیانه. اسم من گلبهار است. من ایتالیایی هستم و 33 سال دارم و شغل من بیبیسیتر است در ایتالیا. چند سال گذشته من موسیقی در یوتیوب گوش کردم. آنجا یک آهنگ زرگی بود و خیلی خیلی صدای شیرین بود. سوال کردم که این زبان چی است و مردم گفتن که این آهنگ لهجه زرگی است. به خاطر که من این آهنگ بسیار دوست داشتم تصمیم گرفتم که زبان فارسی یاد میگیرم. اولین بار که به پدر و مادرم گفتن که افغانستان دوست دارم اونها ترسید بودند و نفهمیدند خیلی خوب چرا من افغانستان دوست دارم. من به اونها گفتم که نه افغانستان چیزی دیگر است، نه چیزی که در تلویزیون گوش میکنی. 99% از دوستان من هزاره هستند و من فرهنگ اونها خیلی خیلی دوست دارم و هر کسی که میشناسم تا حالا خیلی